خوش اومدی مالک. ایشالله که پول نروژیا رو آوردی. لطفاً جلسه هر چی سریعتر تمام بکنید. من مسافر دارم، باید برم به مسافرم. حرفشو مالک. بابا طولوی من یه فصل رفتم این هنوز عادت نشده که. بابا طولوی یه دقیقه شلوغ نکن تو. کیو میخوای بردار؟ سمیرا رو بردار. خب بردار سمیرا. خاک بر سرت کنن احمق و زنت. باره گم شو بابا، من طلاقت دادم فصل قبل نه. بابا برو گم شو دیگه. سیما بیا این ور. سیما مال من. امکان نداره. سیما یادگار شفاعته. برزم بابا. سیما مال من. سیما بیا. بیا املت زدم. وقتشه دیگه تمامش کنیم. نه مالک نه. اوه یه بیبی. آخش. این صدا چیه خودت در میری؟ میخوایم پخش کنیم برنامه رو. بابا دارم انتقام میگیرم دیگه. چیکار داری با من آخه تو؟ بابا بنده. بابا سمیر یه دقیقه بتر کن گوشت رو قرآن مجید دیگه. من خودم واسه مدیر عاملی کاندید میکنم. لطفا رأی بدید. یک دو خب من با حداکثر آرا انتخاب شدم. انتصاب خودم اینجا به خودم تبریک میگم. تو نمیتونی این کارو با هم بکنی مالک. تو نمیتونی با من دشمنی بکنی. تو حتی یه روزم نمیتونی